بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. یکی از برادران سوال کردیم: السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از یکی مخلصان شما از ناحیه سخزمین داملا، من از شما خواهش دارم که درباره حق شوهر با زن سخن کنید، زیرا که زنهای ما امروز نسبت با حق شوهرها ناحرمتی ها دارند و از این سبب بسیار عائله ها ویران شده ایستاده است. البته سوال بسیار سوال انشاءالله جالب است. ما هم شاهد شده هستیم در بین قوم و جمعیت که البته امروز اکثر انشاءالله عائله ها ویران شده است. سببش انشاءالله اولا نفهمیدن حقوق یکدیگر است. مردم علاهیده حقوق دارد، زنم علاهیده حقوق دارد در اسلام. یکی نسبت مردها امروز زنها بسیار حقوقش پایمال دارند و اکثر وقت زبان درازی میکنند و اکثر وقت با سخنهای قبیح، با سخنهای نادرست بد شوهرها را آزار میتین. از یاد نبرم که پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم گفتند: رضا الله فی رضای زوج، یعنی راضیگی خدا در راضیگی شوهر است، و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا باشه در غضب شوهر است. باید که انشاءالله شما زنهای محترم البته شوهرها را حرمت کنیم. اکثری با زنها را امروز میشنیم برای پول شده از شوهرهاش جدا شده است، یا که دو تا سه تا فرزند دارن، فرزنداشون گویا که ماندن علومین میگیریم، یعنی از این شوهرم پول میگیرم، من سوداگر میشم، من دیگر و ها کذا میشم. گفتگی فکر و خیال کتی چندین عائله ها جدا شده است. از خدا بترسیم. پول باعثی حیات شیرینیش نیست. حیات شیرینی زن و مرد است. الحمدلله الله مرد برای زن نعمت کرده داد، زن برای مرد نعمت کرده داد، از این دیگر شیرینی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین صحابه ها را، چندین زنهای عرب سوال میکردن: آیا شوهر داری؟ نه. میگفتن نه. بهترین زن گفتن همان زنه که شوهر دارد. عزیزان من، بهترین زن شما با ایشان میروید. وقتی که شما زبان درازی میکنین، شما شوهراتون یعنی آزار میتین، الله سبحانه و تعالی از شما بیزار میشود. عبدالرحمن بن عوف از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کی شوهری خود را اذیت نفقه غمگین کند یا کلفت دهد، آزار دهد، الله تعالی نماز و روزه او را قبول نمیکند. عزیزان من، این حدیث مبارک برای تمام زنهای امت محمد صلی الله علیه و سلم عبرت باشد که اگر شما با زبان تو شوهرات را آزار که من از تو چی دیدم، تو به من شوهرش رو چیکار کردی، و اینکه اذیت نفقه خدای تعالی هم را بای نمیکند. الله سبحانه و تعالی سه طبقه دنیا در آدمان زندگی میکند، ولی همین شما از جهت نفقه شوهراتون آزار تین، الله سبحانه و تعالی حتی نماز و روزه شما را قبول نمیکند. عزیزان من، از این جهت شما باید خوش بیاین. این برای ترسوندن شما نیست. بعضی با شوهرها برای زنهاش بعضی حدیث ها را بیارن، میگفتند برای فایده خودت گپ میزنی یا برای ترس. این حدیث سخن پیغمبر بزرگوار است. این دروغ نیست. کسی که نسبت یه حدیث دروغی میکند، تو از دین خارج میشی، تو از ایمان خارج میشی. تو این بازی نیست اسلام سازی که تو شوهر این گپا رو زنی، این کار رو، یا که برای خاطری پول شده از شوهر جدا شوی، عاقبت جدا میشوی، آخر دو روز سه روز یک ماه میگردی، طاقت نمیکنی، مجبور به زنا دست میزنی، بعد مجبور باید خانه مردا ویران میکنی با تلفن و دیگر چیزا. چندین امروز خانه ها را ویران دارن. عاقبتت همین است خواهری عزیز. یا که مردم همین است. مردم اگر انشاءالله از اون جدا کشیدی، به خاطری با چند روز بعد
با چی دخترها را ویران میکنید، چند عائله ها را ویران میکنید. از خدا بترسین. الله که مناسب دید هر تونم زندگی های خوب کنه، زندگی هایی که پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم کردن با همسرای خدا خود نازنینش همچنان زندگی کن. هر تم از خدا بترس. در راه مردان یک حساب یافتن طلاق در را پیش دارن. خودی طلاق هم یک چیزی بازی شد، یک چیزی بازی باشد. امروز چندین جوانا خدا خواهد طلاقی 3 طلاقه میکنی، بعد خانت میسوزد، بعد گریسته میگردی. 3 طلاقه دیگه یگان راه نیست. راه حلش فقط زن شوهر کردنش در کار میخورد. کدامیت بچه سعی داده است که من یک دویم زن گفتم، یکم زدم 3 طلاق شدگی است. آیا باوی آیله برپا که میشه؟ نمیشد آیله برپا کردن، ولی به اختیارش او زن شوهر کردنش در کار. با بدون شرط میگه قرآن در سوره بقره، به یگان شرط و که یعنی او شوهر به زن بس اختیار خودش شوهر میکنه، به اختیار خودش میبراید، با 3 ماه عدتش میدارد، برتون حلال میشود. ایلا 3 طلاقش دیگه حلال نمیشد. بریم از خدا بترسیم. روز 3 طلاقه دارن و کدام پیش یک مولای بی غیرت میرود و نکاحش میکند و نکاح نیست و همش زنا است. از ویش دیگه فرزند همش ولد و زنا است. عزیزان من از خدا بترسیم، از الله ترسیده کار کنید. امروز برای چی برکات رفته است؟ برای چی بین آدم ها مهر و محبت نیست؟ اسلام همچی یک بازیچه شد. اسلام همچه یک چیزی که نادرکار باشد. از الله نمیترسی. اسلام هرگز چیزی نادرکار نیست. اسلام همیشه برای منفعت انسان کار میکند. الله سبحانه و تعالی پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله، لیکن افسوس نمیدانی این عملها را میکنی، بعد گریسته و بعد داد گفته و پیش چندین ملاها در گبی دروغ زده و با این عقد نکاح میشوی و این حوالت به خود است. لیکن عذاب خدا بترس. الله سبحانه و تعالی عذاب نگرفتارت میکند. الله خدا جزات میتیه. او بچه کار خوار و زار داری، به پدر به مادر که رساده بچه کاره، اون بچه ها را انشاءالله دعاش میگیرد. البته الله سبحانه و تعالی ترسین. چی مرد هستین چی زن هستین، حیات خدا خشیرین برین، حیات زیبا برین تا دمی مردن انشاءالله با نکاح صحیح ها زندگی های خوب کنین. چون که مرد به زن، زن به مرد زندگی نیست. نمیتونی. این دروغ است. یک ما میسی خودت کنترل کنی نمیتونی. چی زنم باشی راه خدا خواست زنا دست داده، چی مرد باشی راه زنا از خدا نمیترسی، انشاءالله حیاتت میسوزد. الله در این دنیا هم به جزاهای سخت‌ترین گرفتارت میکند و در آخرت هم از الله ترسیده همه انشاءالله توبه کرده. چی مرد و چی زن زندگی های شیرین، یا دیگر را حرمت کنین یا دیگر را عزت کنین. دو کس اگر انصاف کند هیچ کس در کار نیست. هر دم اگر انصاف کنی، یک تت بلند بیا تت پس بیا، یا تت خدا خواهد یعنی درست فهم، یا دیگر تا انشاءالله حیات شیرین حیات خوب میشد. حیات شیرین است، حیات زیبا است، لیکن با دو کس است. برای این عزیزان من اون که برای این ماهی که داشتیم بس همه شما رساندیم. امید میکنیم که شما از این صحبت های ما بهره میبرید و بخیر میآیین و سخنهای پیغمبری بزرگوار با جان و دل قبول کرده زندگی ها را خوب، زندگی ها را بهتر میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.